میگه عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. برای کم وقت خوش گذشتن کمی هم باشد، همین دوشنبه شهر دوستم چی گفتی؟ تماشا میکنیم. یک دوشنبه شهر تماشا میکنیم با همراه دوست عزیزم روزبک فیجلی. هوا بارانی تماشا میکنیم، هم ما تماشا میکنیم هم شما تماشا کنید. رفتیم پیش بابای سامانی میریم. اینا برادرای عزیز، آبادی وطن بینی، پیشروی را بینی. اینا برادرای عزیز آمدیم. دوستان عزیز آمدیم پیش بابای سامانی. ما سمنک ای همه کلان، یک جا سملک میگن، یک جا سمنک میگن، ما سمنک میگیم. تاوخشو بینی، تاوخشو میبینی حلاوت میبری. اینا دوستان عزیز آبادی وطن میرین تماشا میکنیم. اینا برادرها شنبه را تماشا کنیم کم کم. اینا شکرانه پروردگار، شکرانه خداوند بزرگ میکنیم که اینا وطن آباد، آزاد، صلح و صلاح در وطن ما. اینا تماشا کنید حلاوت ببرید. اینجا در هممون میدونیم باغی استاد عبدالله رودکیه. اینا کتابخانه. اینجا میبینه اسماعیل سامانی. زنده باشه دوستان عزیز. دوستان عزیز آمدیم پیش تانکا. اینا تقه پقه بکن. تانکا کویا تقه پقه میگی با تیفو که تانکا رازورات کنیم که هیچ خیلیشی تانکا در کجامو راه خیلی بچه این همینجا در تانکا که جایش دا. برادر عزیز پیش پایکار درستیم. من پیش پایکار ما دیگه نمیکشم. انا که تماشا کرده تا مقصد پاوروتی ایرپورت میریم. من که برادر خونس کنم یا پای عمر اگر خوش گذرد، عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است.
ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است باگم دبایتی دیگه اگم غزلیات یکم برای مخلص خوندم میگه روز بگیم کو هم مردم تماشا کنو هم اشیرای شما حلاوت ببرن فرزندی کسا نمیکند فرزندی کسا نمیکند فرزندی ستوقی تیلا برگردنش بربندی یا توقی تیلا برگردنی خربندی هم بار بکشد هم بکند فرزندی یوره زنده باش برادرم میگم وطن چی پیش رفته نه وطن پیشروی شد اون سگا کم کم میجا کن این وطن پیشروی شبید تلخت نکفم در وطن یک کرپیچ بالا کرپیچ مونده نمیتونن اون سگوره میجا کن اینه تماشا کنید نگین که دوبای های و نگین که ایجا کجا باشن ایجا را دوشنبه سیتی میگن دوشنبه سیتی انا وطنی عزیز و محبوبمون برادرای عزیز دوشنبه اینجا میلان مودایم اینجا دا تلویزیون کول که ایسته دفاکتو همه جای دیگر هم دفاکتو بود اینجا میایم چهاردامای پاوروتی ایرپورت میشه برادرو اینا اومدیم پاوروتی ایرپورت اینه برادران چهاردامه پاوروتی ایرپورت خوب سلامت باشید پناه خدا باقی سربلند و خانه آباد باشید در کجای باشید نباشید خداوند یارو مددگارتون شرکت شفافرما پیشنهاد شما میکند برادران تاجیک در دولت اوروس در خدمت شما هستند سنگ گرده برای معده برای کسلی های دل قند تمام اینمو داروها برای شما طبیبان هستند در همین رقم ها زنگ زنید و شما توصیه می‌کنم شفا در دست خداوند است یک چیز سبب بشود شرکت شفافرما در خدمت شما داروها برای ریختن ریش برای کم قوتی بیزیوریوتی فربهی خرابی سفید شدن پوست تمام این نمود داروها پیشکش شما می‌گردد تنها شما زنگ زنید معلومات پوره را از طبیبان پرسید باقی تن صحت و خانه آباد باشید